آقا پناهی من شما رو شناختم که خانه سینما رأی بده شما رو ممنوع کار کنه. فیلم برداریه دیگه آقا پناهی. ظاهرش معلوم خیلی چیز خفن و کار درستی باشه. چند که فیلم قابل پخش بسازیم باید اینجور چیزا رو رعایت کنیم. تماس زن و مرد، پرهیز از سیاه‌نمایی. همه بعد از ظهر میاد چشم از شما چرا می‌خواید ظهر بریم؟ ما برای تفریح نمیریم که. این ماهیه رو سر ساعت 12 باید بریزیم تو چشم علی. یکی مثل من، یکی مثل تو، یکی مثل همه این آدمایی که میبینی رد میشن. یه منم قرار نمیخوام قهرمان بشم. من پول از زمین پیدا کردم، شب میخوام برم بدم به بابا. اینم برای اهالی سینما. 映画を愛する人、ものづくりに関わる人、そして壁に立ち向かうすべての人々に送る奇跡の人生参加。 به نظرم باید جای دیگه دنبالش بگردیم. با خونه نشستن کار درست نمیشه. 人生タクシー یعنی چی مچون رانندگی رو ببرن؟ نه مسیر بلده نه رانندگی بلده.